بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم. ای پیامبر، چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنود ساختن زنانت بر خود حرام میکنی؟ و الله بخشاینده و مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله برای شما کشادن سوگندهایتان را مقرر داشته است. الله یاور شما و اوست دانا و حکیم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. آنگاه که پیامبر با یکی از زنان خود راز در میان نهاد، چون آن زن آن راز با دیگر باز گفت، خدا پیامبر را از آن آگاه ساخت و او بعضی از آن راز را بر آن زن آشکار کرد و از افشای بعضی دیگر روی تافت. چون او را از آن خبر داد گفت، چه کسی تو را از این ماجرا آگاه کرده است؟ گفت، آن خدای دانای آگاه به من خبر داده است. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اگر شما دو زن توبه کنید بهتر است، زیرا دلهایتان از حق باز گشته است. و اگر برای آزارش هم دست شوید، الله یاور اوست و نیز جبرائیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان از آن پس یاور او خواهند بود. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. شاید اگر شما را طلاق گوید، پروردگارش بجای شما زنان بهتر از شمایش بدهد، زنان مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه کننده، عبادت کننده، روزه گیرنده، خواه شوهر کرده باشد، خواه باکره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند نگه دارید. فرشتگان
درشت گفتار و سختگیر بر آن آتش موکلند، یعنی وظیفه دارند. هرچه الله بگوید نافرمانی نمی کنند و همان می کنند که به آن امر شدند. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ای کافران، در آن روز عذر مخواهید، فقط برابر کاری که کرده اید جزا داده شوید. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خدا توبه کنید. توبه از روی اخلاص باشد که پروردگارتان گناهانتان را دور کند و شما را به بهشت های داخل کند که در آن نهرها جاری است. در آن روز الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خوار و زار نکند و نورشان پیشا پیش و سمت راستشان در حرکت باشد. می گویند ای پروردگار ما، نور ما را برای ما به کمال رسان و ما را ببخشای که تو بر هر کار توانا هستی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر. جایگاهشان جهنم است که بد جایی بازگشت است. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله برای کافران مثال زن نوح و زن لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت کردند و آنها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد با دیگران با آتش درآیید. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. و الله برای کسانی که ایمان آوردند زن فرعون را مثال می آورد. آنگاه که گفت ای پروردگار من، برای من در بهشت نزد خود خانه بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم
ظالم برهان. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و مریم دختر عمران را که شرمگاه خود را از زنا نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگار خود و کتابهایش را تصدیق کرد و او از فرمان برداران بود. پایان سوره 66 تحریم.